Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. نیروهای پلیس سرحدی در شمال و شمال شرق کشور در حال حاضر تامین امنیت سرحدات ولایت کشور را به عهده دارند. اکنون این نیروها 95% با امکانات پیشرفته نظامی مجهز شدند و قادرند امنیت مناطق تحت مسئولیتشان را به گونه بهتر انجام بدهند. پرسش اینجاست که آیا این نیروها از تجهیزات کامل برخوردار است تا از سرحدات شمال و شمال شرق کشور بهتر دفاع کند؟ جنرال محمد زمان محمودزی قماندان زون نمبر 5 پلیس سرحدی در این بحث با ما هستند. سپاسگزارم از حضورتان آقای محمودزی. خوش آمدید. درود. خیر آمدید. سپاس. آقای محمودزی از امنیت آغاز میکنیم. اکنون وضعیت امنیتی سرحدات شمال و شمال شرق افغانستان چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه سلام ها و احترامات خیش را به تمام هموطنان خیش چه در داخل و چه در خارج کشور هستند، خاصتا مردم شریف و نجیب شمال و شمال شرق افغانستان. علمای محترم متنفذین قوم و خواهران و برادران عزیز، متعلمین و معاصرین گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. در رابطه با امنیت با شما باید بگویم که الحمدلله روز به روز وضعیت امنیتی شمال و شمال شرق افغانستان بهتر شده میره. شما شاهد حال هستید. انشاءالله در این اواخر شما شاهد هیچ واقعه در این نو ولایت نیستیم و انشاءالله در آینده نخواهد بودیم. مردم شریف و اهالی علمای محترم متنفذین قوم خاصتا قماندان صاحبای جهاد افغانستان در رابطه با ما همکار هستند و همکاری میکنن و وقت به وقت به مناطقی که خدا نخواسته کدام گپ پیدا میشه رسیدگی میکنه. اطلاعات متعددی را داریم. شما هم من حیث یک ژورنالیست یک آخر شاهد کدام اطلاعی نباشین. ما اطمینان میتیم با مردم عزیز خیش که در آینده هم ما آماده هستیم و آمادگی امنیت خود داریم که تا با مردم خود سهولت را ایجاد کنیم. سپاس. جناب جنرال صاحب، تدابیر نیروهای پلیس سرحدی به خاطر برگزاری امنیت انتخابات در ولایت‌های شمال و شمال شرق چی است؟ طبق پلان مرتبه که ما ترتیب شده و در هماهنگی بلخ، قلی اردوی 202 شاهین، تمام نو قماندانی های امنیه ولایت، نو ریاست های امنیت ملی نو ولایت شمال و قماندانی زون سرحدی و قماندانی امن و نظم عامه یک پلان مشترک ساختن. ما در ولسوالی های سرحدی 50% پرسنل ما عملا در انتخابات سهم دارند و 50% ما در وظایف روزمره خود توظیف شدند طبق پلانی که به ما داده شده. بله. جناب جنرال صاحب، تدابیر نیروهای پلیس سرحدی به خاطر برگزاری امنیت انتخابات در ولایت‌های شمال و شمال شرق چی است؟ ما طبق پلان مرتبه که در هماهنگی ولایت بلخ ترتیب شده با جمع نیروهای امنیتی، قلی اردوی 202 شاهین و تمام قماندانی امنیه ولایت، ریاست های امنیت ملی، پلیس سرحدی و پلیس نظم عامه در راستاخ وظیفه دارند. تمامشان یک پلان مشترک جور شدن. وظایف ما صرف در ولسوالی های سرحدی هستند. 50% پرسنل ما در وظایف و در عملا در انتخابات اشتراک میکنه. 50% پرسنل ما در وظایف روزمره خود توظیف هستند تا که پست‌های ما امن باشند. در این رابطه پلان ترتیب شده. ممکن شما اطلاع داشته باشید. آیا شما امکانات نظامی بیشتر به دسترس خود قرار دارید که با مخالفین مسلح دولت برخورد نظامی نمایید؟
ما 95% اکمال هستیم از هر بخش تجهیزات نظامی، هم از اسلحه، هم از وسایل، هم از تاسیسات، جمع ضرورت ما که هستند او انشاءالله رفع شده و مخالفین دولت یقه توانمندی جنگی را ندارن که روی با ما بجنگن. یگان فیری که کدام وقت از تاریکی شب استفاده کنن، یگان جیبه کنن تا هویت خود تثبیت کنن، فلان یک نارامی است. یا شما خدای نخواسته شاهدین باشین که الحمدلله در ولایت شمال خو نیست یک ماینی که انفجار میکنه با کدام واسطه یا کدام عمل تروریستی را که انجام میدن. انشاءالله در ولایت شمال مشکل نیست. جناب جنرال صاحب، قرار است که شما با کشتی‌های نظامی در سرحدات تجهیز شوید. چقدر سهولت برای تامین امنیت سرحدات این کشتی‌ها برای شما می‌آورد؟ این خو واضح است که هر قدر وسایل و ابزار مورد ضرورت روز باشند سهولت بیشتر میشه. ما تقریبا 1500 کیلومتر سرحد آبی داریم با ممالک سیگانه شمال خود و در اونجا که با ضرورت است که با کشتی‌های آبی به خاطر گزمه سرحدی داشته باشیم بسیار خوب است. اطمینان خاطر است به مردم ما، به وطن ما، به ممالک همسایه. تا حال روابط شما با سرحدات که شما همجوار هستین یعنی هم مرز هستین چگونه روابط با شما داشته است؟ بسیار روابط حسنه داریم با ممالک شمال خود. هیچ مشکل نداریم، هیچ نوع مشکل در بین ما و اونها نیستن. همکاری همجانبه داریم. ضرورت اونا که میشن ما در خدمتشان هستیم، ضرورت ما که میشن اونا. اکثر جلسات سرحدی را داریم. تقریبا یک دو ماه پیشتر در ترکمنستان یک جلسه بسیار عظیمی بود که تا تقریبا قماندان سرحدی شوروی هم اینجا آمده بودن از این ممالک آسیای میانه مشترک المنافع که میگن اونا کلشان اشتراک کرده بودن. افغانستان هم یکی از بخشی اونا بودن که اشتراک کردن. قماندان عمومی سرحدی ما در اونجا بود. در مسائل بسیار صحبت شدن. انشاءالله ما وعده ها داده شدن، مشکل نداره. و دقیقاً این جلسه روی کدام موضوع بحث شد؟ سطر سرحدات بوده. جناب قماندان صاحب، می شود در مورد دستاوردهای پلیس سرحدی در شمال و شمال شرق یادآوری کنیم؟ تا حال دستاوردهای چشمگیری را هم شما داشتین؟ اگر داشتین چی هست؟ بله، دستاورد ما شما می بینیم که ما الحمدلله از هر نوع تجهیزات اکمال هستیم. وسایل ما را شما می بینید بسیار نو، جدید و مدرن هستند. هم تانک داریم، هم وسایل داریم، هم تانکر داریم، هم موترهای عمله داریم، هم موترهای اینترنشنال بسیار خوب کاربری داریم. تاسیسات ما تقریبا 70% اعمار شده بسیار با شکل درست و فنی در سرحدات ما، کندکای ما، قطعات ما. وسایل و ابزار ما نهایت خوب و دسترس ما قرار دارند. پوسته های امنیتی داریم. در اکثر وظایف اشتراک کردیم، در وظایف نظامی، در عملیات های نظامی اشتراک کردیم و ما دستاوردهای خوبی را داریم. جناب جنرال صاحب، همچون دستاوردهایی را که شما یادآوری کردین، آیا این دستاوردها به شما کافی هست یعنی رضایت دارین از همچون؟ تا جایی که است خوب است. کوشش میکنیم تا 100% اکمال شود. یک چند فیصدی در بخش تاسیساتی که داریم چیزش تکمیل شده و چیزش تحت کار هستن و چیزش هم وعده دادن بعد از این تاسیسات ما از طرف وزارت امور داخله جور میشن که خوب هستن. بودجهش در دستور از قرار دادن. سال نو مالی شروع شده انشاءالله تاسیسات هم ترتیب میشه و در قبلا گفتی کشتی های آبی که انشاءالله قبلا باید خریداری میشد. ما خودم در رأس یک هیئت بودم که میرفتم با مسکو یکی از شرکت‌های کشتی سازی که باید کشتی کدام نوع کشتی دریای ما کار میان. اشخاص فنی با ما بودن و پاسپورت و ویزا هم خلاص شد مگر طبیعی فصل زمستان بود. کدام موج صفحه سردی که در اون منطقه که باید کشتی در اونجا تمرین میشد اونجا آمده که با تعویق رفتید. انشاءالله وعده دادن که در ماه مارچ آینده ما در سفر بریم و کشتی هایی که به دسترس ما قرار بدن. این یک بسیار یک دستاورد خوبی است انشاءالله. سپاس. و علاوه از او 150 نفر ما این ماه قبل تمرینات آبازی شدن در حوض ولایت بلخ
از طرف یک مؤسسه UNDP که در تاجیکستان موقع دارن، برای بامنف هستن، مخفف اشتیاس. اونا تمرین دادن، مصارفشان اونا بدوش داشتن. اینجا بچه ما را تمرین دادن، تقریبا 150 نفر. این تمرینات دقیقا در خود افغانستان برای سربازان داده میشه؟ بله بله بله. و تمریناتی که در رابطه با خونساسازی من بودن، ابزارم به ما دادن. 5 دستگاه جمر که ریموت کنترل خونسا می سازن، در راه در تانکای معمولا نصب هستند، در داخل قرارگاه هستند با ما. و تقریبا 10 نفر ما را طور تربیه کردن که اونا خودش استاد باشن تا به دیگه قطعه درس بدن. اینجا من دستاوردهای پلیس سرحدی است. و از این امکانات که برای شما دادن، آیا این امکانات برای شما مفید تمام شده؟ چرا نه؟ فضل خدا تانوز برای ضرورت نشده. اگر ضرورت باشه مفید است. چرا نه؟ سپاس. وقتی که ما حرکت داریم، حرکت اپراسیونی از استفاده میکنیم، در سر قطار و داخل قطار می باشند که تا خدا نخواست اگر دشمن کدام پلان خصمانه داشته باشند میره فلج میکنن. جناب جنرال صاحب، در قسمت امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن میخوایم نظر شما رو داشته باشم. آیا با امضا شدن این پیمان چی خواهد شد افغانستان؟ قبلا با یک تلویزیون نمی سوال بود و اصلا وظیفه امضا شدن پیمان وظیفه ما نیست. خب از دیدگاه آگاه نظامی هستین، چون در رأس دولت قرار دارین، فقط میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشم. برادران، جوانا، مردم جمع افغانستان، علمای کرام متنفذین، باشنده های اصلی افغانستان، بچه های اصلی افغانستان، پیام ما طوری است که نباید ذهن ما طوری باشد که خارجی ها، بودن خارجی ها سبب حیات ما باشد. ما باید طور خدایار کنیم که خودمان با پای استاده از وطن خود، از خاک خود، از حریم خود دفاع کرده که کرده باشیم و کرده ایم. بازم میکنیم. افغانستان وقتی که آزاد کردیم آبادم میکنیم. وقتی که از اشغال خارجی گرفتیم و آزاد کردیم آبادیش هم سهم میگیریم. و در این رابطه پیمان ناتو بسیار خوب است. آمدیم با بخش دیگهش. هیچ مملکت خارجی، حتی ابرقدرت جهان که امریکا هستند فعلا زبانزد مردم، او هم نمیتونه بدون یک دوست اجرای وظایف بتونه. ما هم ضرور داریم به یک دوستی ممالک همسایه، دوستی جامعه جهانی، دوستی پیمان ناتو باید داشته باشیم. اون که چرا به تطبیق میفتن مسئله سیاستمداری دولت ما هستند. اونا میدانن در کل هیچ مشکل نداریم، در جزئیات مشکل است. ببینیم که کدام نقطه که باید سبا خود نخست افغانستان دچار مشکلات شو، در او رابطه یک تجسسی همجانبه است تا که او مسائل حل شود. فکر کنم که مشکل در این رابطه نیست. قبلا پیمانی با امریکا امضا شده، سالهای گذشته لوی جرگه بودن و امضا شده، او مشکل حل است. کمک‌های نظامی جامعه جهانی هیچ وقت قطع نمیشه اینجا. اگر فعلا هم اگر امضا میشه وقتی که اینجا قطعات نظامی ناتو میمانند، باز در تعلیم و تربیه با ما همکار هستند. شما میبینید در عملیات نظامی با ما فعلا اونا هیچ کار ندارند. در 9 ولایت شمال صرف یک قرارگاه در ولایت بلخ دارند. در بدخشان نیست، در تخار خارجی ها نیست، در بغلان نیست، در قندوز هیچ خارجی نیست، در سمنگان نیست، در جوزجان نیست، در فاریاب نیست، در سرپل نیست. اما جناب جنرال صاحب قبلا همچون عملیات های داشتن این نیروها؟ قبلا وقتی که مسئولیت امنیتی به دوش نیروهای امنیتی شد، انشاءالله ما با پای خود استاد هستیم، نیروی کافی داریم، از اردو، از پلیس، از هر بخشش. شما میبینید، شما شاهد هستین که ما مشکل دیگه رابطه نداریم. فعلا ما با نیروهای خارجی اونا هیچ عملیاتی را با ما پیش نمیبرن، ما خود ما پیش میبریم. سپاس. ادامه برنامه را پس از میان برنامه کوتاه دنبال نمایید.